درباره 10 روزه ذوالحجه روزه ذوالحجه گپ زدم. میخواستم که نیت کرده بودم که روزه گیرم، یک آها. روزش را خورده ماندم. برای این کفاره دادن ممکن است چیکار کردم در کار؟ نه هم نیت کرده باشد که من انشالله همین دهه روزه میدارم، 9 روز اولش روزه میدارم، وقتی نیت کرده باشید بعد یک روز روزه داشتید و خوردید هیچ گپی نداره. اگر نظر نباشد، نظر اینکه برای من واجب است که فرض است که من باید همین 9 روز روزه دارم، گفته برای خودتون سنت فرض کرده باشید، در این صورت بله باید به نظر وفا کنید و کسی که نظر به وفا نکرد کفاره میدهد، کفاره قسمه، 10 تا مسکین به طعام یا لباس یا غلام آزاد میکند یا اینکه این کارای نتوند 3 روز روزه داشته میدهد. این در صورتی نظر بدارش. اگر هم تو نیت باشد، نیت کردید که انشالله همین 9 روز روزه میدارم، لیکن هر روزش روزه داشته نتونستید یا خوردید در مابینش، هیچ گپی ندارد، بلکه به نیتتون ثواب میگیرید.